كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 16 عصمت پیامبران، یعنی از گناه و معصیت پاک بودن آنها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزه عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلات وخطيئات. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه، ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. تمام پیامبران علیهم السلام از همه گناهان صغیره و کبیره، کفر و اعمال قبیح و زشت پاک هستند. البته خطاها و لغزش‌های از آنها سرزده است. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده پیامبر فرستاده و برگزیده خداوند متعال است. هرگز بت نپرستیده، حتی لحظه به اندازه مجه برهم زدن به خداوند شریک نیاورده است و هرگز مرتکب گناه صغیره و کبیره نشده است. همه پیامبران علیهم السلام چه مشهورند و یا نامشهور، از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با کتاب و سنت و اجماع امت ثابت شده اند، این کارشان کفر است. یعنی کسی که اگر حتی یک پیامبر را انکار کند از ایمان خارج می شود. طبری در بالا اشاره رفت عدد آنها نامعلوم است، بنابراین بهترش در شماره آنها به شبهه نمانیم و آنها را چون انبیا و رسولان بشناسیم. جمله ایشان از گناهان صغیره یا کبیره و کل معاصی و کفر پاک هستند. آنها از کارهای قبیح و فاحش مثل قتل، زنا، لواطه، سرقه، تهمت، سحر و فرار از جهاد حقیقی و خوردن ربا، مال یتیم، ظلم بنده ها، قصد فساد در وطن و شهرها و دیگر کارهای ناشایان پاک و منزهند. کدام کاری که کردنش وعید شده باشد اقلاً گناه صغیره محسوب می‌یابد. مثلا ترک فرض یا واجب اگر یک مرتبه باشد هم گناه کبیره است و ترک سنت به عذر از روی سستی و بی‌پروایی اقلاً یک مرتبه باشد هم گناه صغیره است. اگر چند بار تکرار شود چی؟ رفته رفته گناه کبیره می شود. تمام پیامبران از چنین گناهان پاک و منزه هستند و به تحقیق از بعض پیامبران علیهم السلام قبل از نبوتشان یا بعد ثبوت عملات رسالتشان اندک کوتاهی یا کمبودی و لغزش ها نسبت به مرتبه عالیشان به وقوع آمده است. آنها را ترک اولا یعنی ترک بهتر میگویند. این ممکن است مثل آدم علیه السلام که از روی فراموشی از درختی که خداوند منع کرده بود از آن استعمال کردند و حضرت یونس علیه السلام که قوم خود را ترک کرده رفتند. این هم باشد حکمت الهی و ضعیف بودن قدر بشری را معین می کند. حضرت امام اعظم رحمه الله در صفت رسول الله چنین گفتند که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پسر عبدالله ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرح ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فحر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن حزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان
تا اینجا نسبت به نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم میان علما هیچ یک اختلافی نیست. او ذاتی با برکت نبی الله تعالی است و رسول و ناسخ دینهای پیشینه است. فرقیت رسول از نبی در این است که بر رسول کتاب نازل شده است. قاضی عیاض میگوید که همه رسول نبی است، اما همه نبی رسول نیست. مثال حضرت موسی علیه السلام که بر او کتاب نازل شده بود، او هم نبی و هم رسول است، اما برادرش هارون علیه السلام که بر او کتاب نازل نشده بود، او فقط نبی می باشد. این قول صحیحتر و نزدیکتر است به نقل. پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هم رسول هست و هم نبی. نگرید به سوره احزاب آیت 40. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برگزیده تمام بندگان الله تعالی و پاکیزه ترین آنها است و هرگز بت را نپرستیده است. او شرک نآورده است به الله تعالی، نه قبل از نبوت و نه بعد نبوت. تمام پیامبران علیهم السلام از شرک و کفر در نسبت پروردگار مطلقا خود را نگاه داشته اند. این است قول اجماع امت و این چنین از آنها هرگز گناه کبیره و صغیره سر نزده است. و سلام بر همه آن پیامبران. برادر و خواهر مؤمنم، درس این روزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید و یار و دوستان خود را هم از این درس ها خبردار بکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.